جمعه‌های خونین زایدان و خاش رخدادهای 8 مهر ماه 1401 در زایدان که به جمعه‌های خونین شهرت یافت نقطه عطفی در تاریخ معاصر بلوچستان و جنبش‌های اعتراضی ایران به شمار می‌رود. سرکوب خونین نمازگزاران و معترضان در زایدان و به دنبال آن در خاش نه تنها نشانگر تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم بلوچ بود، بلکه در بستر جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی به نماد همپیوندی ستم‌های جنسیتی و ملی طبقاتی بدل شد. در 3 سال روز این فاجعه بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی و بازتاب‌های مجازی آن ضرورتی دوچندان می‌یابد. از دوره پهلوی بلوچستان به طور آشکار و پنهان تحت نوعی حکومت نظامی نانوشته اداره شد. سیاست‌های همسانسازی فرهنگی شامل منع آموزش زبان بلوچی در مدارس، محدودیت پوشاک بلوچی در ادارات و حذف نخبگان مستقل بلوچ، پایه‌گذاری نوعی مهندسی اجتماعی بود که هدف آن تضعیف سیاسی و اقتصادی مردم بلوچ، جلوگیری از اتحاد و شکوفایی آنان بود و تثبیت جمهوری اسلامی ایران. سیاست‌ها نه تنها ادامه یافت بلکه شدت بیشتری پیدا کرد. دستگیری‌های گسترده، زندان، شکنجه، اعدام‌های سیاسی، تعبید اجباری و نیز ترور رهبران مذهبی و سیاسی در داخل و خارج از مرزها بخشی از الگوی سرکوب سیستماتیک علیه بلوچ‌ها بوده است. همزمان فقر و بیکاری، تحمیلی، گسترش اعتیاد و پیش بردن پروژه‌های جمعیتی از جمله اسکان همکیشان شیعه در مناطق بلوچ‌نشین در راستای تغییر یافت. جمعیتی و به حاشیه راندن این ملت به کار گرفته شده‌اند. در پی قتل حکومتی مهسا امینی و اعتراضات سراسری و همچنین انتشار خبر تجاوز فرمانده انتظامی چاوار و یک دختر 15 ساله بلوچ، نمازگزاران زایدان در روز جمعه 8 مهر ماه 1401 دست به اعتراض زدند. پس از نماز جمعه و هدایت برنامه ریزی شده، جمعیت به سمت کلانتری 16 سوق داده شد. نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی که از پیش در محل مستقر بودند با استفاده از سلاح جنگی خودکار و تکتیراندازان به روی معترضان و حتی نمازگزاران حتی داخل مصلی آتش کشیدند. بنابر گزارش‌های منابع محلی و بین المللی در کمتر از 1 ساعت بیش از 100 تن کشته و 100 نفر زخمی شدند. در 13 آبان 1401 4 نوامبر 2022 نیروهای امنیتی در شهر خاش به روی معترضان مسالمت‌آمیز آتش گشودند. در این رویدادها که به جمعه خونین خاش معروف شد، دست کم 18 نفر از جمله 2 کودک کشته و 10 نفر زخمی شدند. گزارش‌های حقوق بشری همچنین از بازداشت‌های گسترده پس از این واقعه خبر دادند که هدف آن ایجاد ترس و خاموش کردن اعتراضات بود. این کشتار به سرعت به سایر شهرها سرایت کرد و اعتراضات جمعه‌ها به یکی از مهمترین اشکال مقاومت مدنی در بلوچستان بدل شد. رخ داد جمعه خونین در همان ساعت نخست از طریق شبکه‌های اجتماعی به تیتر اول رسانه‌های داخلی و بین المللی راه یافت. تصاویر و ویدیوهای ضبط شده با تلفن همراه که خشونت اریان نیروهای حکومتی را به تصویر می‌کشید، نقش بی‌بدیلی در مستندسازی و جلب توجه افکار عمومی جهانی ایفا کرد. فضای مجازی همچنین بستری شد برای شکلگیری روایت‌های مردمی در برابر روایت‌های رسمی حکومت. هشتگ‌های چون هشتگ جمعه خونین و هشتگ بلوچستان تنها نیست، در شبکه‌های اجتماعی زمینه‌ساز همبستگی ملی و فراملی گردید. علاوه بر این، فعالان بلوچ در تبعید توانستند با استفاده از این فضا صدای قربانیان را به نهادهای حقوق بشری منتقل کرده و مسئله بلوچستان را در سطح بین المللی برجسته‌تر سازد. جمعه‌های خونین نه تنها به عامل پیوندنده میان اعتراضات سراسری و مطالبات بلوچ‌ها بدل شد، بلکه مشروعیت سیاسی رژیم را بیش از پیش در چشم افکار عمومی تضعیف کرد
استمرار اعتراضات جمعه در زایدان و مدیریت مسجد مکی و خواست عدالت خواهی نشان داد که سرکوب نتوانسته اداره جمعی برای مقاومت مدنی را در هم بشکند. از سوی دیگر بازتاب گسترده این رخداد در فضای مجازی و رسانه‌های جهانی مسئله مردم بلوچ را از حاشیه به متن آورد و نقش موثری در بازتعریف گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالت در ایران ایفا نمود. این رخدادها همچنین به گسترش گفتمان همبستگی میان ملت‌های تحت ستم در ایران یاری رساند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت‌های خونین زایدان و خاش به جای پذیرش مسئولیت مستقیم خود با برگیری از سازوکار تبلیغاتی قربانیان را با برچسب‌های چون تجزیه طلب و حامی تروریسم معرفی نمود. این سیاست‌های برچسب زنی بخشی از راهبرد رژیم برای مشروعیت بخشی به سرکوب خشن در بلوچستان بود. در ادامه نیروهای امنیتی در سر تا سر منطقه به بازداشت گسترده دست زدند. بسیاری را تحت شکنجه قرار داده و به اعترافات اجباری واداشتند. شماری نیز در همین روند به اعدام محکوم و به دار آویخته شدند. در پی استمرار اعتراضات مسالمت‌آمیز نمازگزاران جمعه در زایدان، حکومت کوشید از طریق پرداخت غرامت به تعدادی از خانواده‌ها قربانیان پرونده این جنایت دولتی را مختومه اعلام کند. همزمان برای کاستن از فشار افکار عمومی جهانی، مقامات حکومتی شماری از نیروهای نظامی و امنیتی را به ظاهر به اتهام اقدام خودسرانه محاکمه و به زندان محکوم کردند. اما واقعیت چیز دیگری است. اقدامات نمایشی حکومت در شرایطی که پیش از هر زمانی تضعیف شده و تحت فشارهای بین‌المللی و خطر تکرار جنگ 12 روزه در مقیاسی وسیع‌تر و مخبرتر بقای خود را خطر جدی می‌بینند و می‌کوشد و این اقدامات آتش زیر خاکستر خشم مردم بلوچستان را خاموش نماید. در سومین سالروز جمعه‌های خونین زایدان و خاش بازخوانی این رویداد نه فقط یادآوری یک فاجعه انسانی بلکه تبیین استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که در بستر تاریخ طولانی‌تر علیه ملت بلوچ اعمال شده است. همزمان تجربه این رخداد نشان داد که فضای مجازی می‌تواند به ابزار مقاومت، مستندسازی و همبستگی تبدیل شود. تداوم اعتراضات جمعه‌ها در بلوچستان در مدت بیش از 1 سال پیوند خورده با جنبش‌های سراسری این چشم انداز را تقویت نموده است که مبارزه برای دموکراسی، عدالت و برابری در ایران بدون به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌های تحت ستم امکان پذیر نخواهد بود. حزب مردم بلوچستان، اکتبر 4 2025.